سلام خدمت همه دوستانی که ماشینشون پژو پارس یا 405 یا سمند موتور 1800 دوستان ماشینتون رو تازه تعمیر کردین، سرسیلن شد، دوباره واشر زده. مکانیکتون هم مکانیک حرفه‌ای هست ولی دوباره ماشین مشکل واشر داره. اینو خدمتتون عرض کنم که وقتی که واشر میزنه ماشین شما فقط متوجه میشین رو سرسیلن. دوستان بزرگترین عیبی که داره 1800 این تجربه منه، پیشکسوت‌تر از منم خیلی هستن، استادترن و فنی‌ترن، ولی که قبل از این که شما بعد از این که واشر رو عوض میکنید حتما سیستم شلنگا، رادیات، مخصوصا اگر گازی پرده دیافراگم رگولاتور گازشون رو حتما چک بکنن. بخاری، شلنگ بخاری، اینا همه رو چک بکنن. دوباره واشر زدن ماشین منوط بر این نیست که مکانیک خوب نبوده، لوازم آشغاله، نه تراشکار بدکاری کرده، درست انجام نداده کارشو، نه این نیست. بزرگترین عیب همین سیستم آبه که مشکل ایجاد میکنه، دوباره ماشین واشر میزنه. فدای نگاه زیباتون.